تماشای این پاره فیلم برای افراد زیر 3 ماه و بالای 40 سال ممنوعه. بسیار شنیدید که به جای واژه ایرانی کیر از عبارت آلت تناسلی مردانه و به جای واژه ایرانی کس از واژه فرانسوی واژن استفاده میکنن. یه عده گوساله هم که میگن شرمگاه. وقتی میپرسید چرا، جواب میدن اینا بی‌ادبیه. سوال: وقتی شما میگید آلت تناسلی مردانه، به همون نقطه‌ای از بدن اشاره نمی‌کنید که کیر اشاره میکنه؟ اگه یکی به شما بگه آلت تناسلیم تو واژن درت، شما بهش میگی آفرین چه آدم با ادبی هستی؟ نه. پس بی‌ادبی وقتی اتفاق میفته که این واژه‌ها رو برای توهین مستقیم به یک شخص به کار ببری. اما خود این واژه‌ها به تنهایی فقط اسم هستن. و اگه فکر می‌کنید این حرف من عجیبه، به بزرگان ادبیات برگردین. سعدی میگه روی زیبا و جامه دیبا، عرق و عود و رنگ و بوی و هوس، این همه زینت زنان باشد، مرد را کیر و خای زینت بس. مهستی گنجوی میگه کس چاه عمیقی است پناهی دهدت، و از بالش نقره تکیهگاهی دهدت. 9 نقطه سیماب چو ریزی در وی، 9 ماه شود 14 ماهی دهدت.